أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم نحو، از کتاب الآجرومیه 7 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 8 را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس 8 ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید باب مرفوعات الاسماء، یعنی که باب درباره اسم هایی که مرفوع می باشند. ما گفتیم در درس های گذشته مرفوع را خوندیم که یک علامت اصلی دارد و 3 علامت فرعی. علامت اصلی این دمه بود و 3 علامت فرعی داشت. در درس‌های گذشته این را با تفصیل گرفته بودیم. اکنون همین حالت رفع در کجا می شود؟ وقتی که ما در کلمه می بینیم اسم را از کجا بدانیم در حالت رفع است یا در حالت نصب است یا در حالت جر است؟ از کجا بدانیم؟ با همین درس ها که در این درس انشاءالله و درس های آینده هم درباره مرفوعات صحبت خواهیم کرد. صاحب کتاب میگوید باب مرفوعات الاسماء، باب درباره اسم های مرفوع هست. درس گذشته درس 7 ما و شما درباره فعل خواندیم. یک درس درباره فعل خواندیم، به همین با آخر رسید، زیرا اینکه فعل در اولش اگر ناصبه باشد آخرش نصب می شود، در اولش جازمه باشد جزم می شود فعل مضارع، و اگر ناصبه و جازمه نباشد فعل مضارع مرفوع می شود. الله اکبر. با همین فعل مضارع به آخر رسید. درس گذشته با تفصیل درباره‌اش صحبت داشتیم. اما اسم ها چی طور است؟ اسم ها اکنون توضیحات از ما می خواهد. دیگر تا به آخر کتاب ما و شما درباره اسم گفتگو میکنیم. میگوید که باب مرفوعات الاسماء، باب درباره اسم های مرفوع است که اسم در چند جا مرفوع می باشد. ببینید چی میگوید. میگوید که المرفوعات 7، مرفوعات همش 7 دانه است، یعنی که در 7 جا اسم مرفوع می باشد. در 7 جا اسم مرفوع می باشد. اکنون یک تا اون 7 جا را خلاصه اولا بیان میکند صاحب کتاب، بعد میگذرد به توضیحات اون 7 جا، یک تا به یک تا اونها را توضیح میدهد. میگوید که وهیه، یعنی که همون 7 جایی که اسم مرفوع میشود، یکمش الفاعل، یکمش فاعل است. میگوید فاعل. مثلا یک کس میگوید که ذهب، ببینید ذهب مثلا زیدون، اکنون زیدون چی است؟ زیدون فاعل هست. زیدون ذهب، زیدون فاعل است و مرفوع است. علامت رفعش ضمه ظاهره است. علامت رفعش چی است؟ ضمه ظاهره. چرا؟ زیرا اینکه زیدون اسم مفرد است. مثلا یک کسی دیگر میگوید که ذهب الرجلان، ببینید رجلان. ذهب فعل ماضی است، رجلان فاعل است و مرفوع است. علامت رفعش چی است؟ علامت رفعش این همین الف است، زیرا اینکه ما در مرفوعات گرفتیم که الف در حالت رفع جاینشین ضمه می شود، زیرا اینکه ضمه اصل است و این الف فرع است. پس ذهب الرجلان، پس رجلان، ذهب فعل ماضی مبنی على الفتح، الرجلان فاعل مرفوع علامت رفعه الالف نیابة عن الضمة لأنه
اسم المثنى، زیرا که این اسم دوتگه است، دوگانیک است. و بعد از این میگوید که ذهب المسلمون. ببینید ذهب المسلمون، مسلمون فاعل هست، زیرا که بعد ذهب که فعل است، بعدش فاعل میاد. پس مسلمون مرفوع است، زیرا که فاعل هست. علامت رفعش واو هست، نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. اینها را ما و شما در درس‌های گذشته با تفصیل درباره‌اش صحبت داشتیم. پس یکمین جایی که اسم مرفوع می آمده است این فاعل بوده است، این خلاصه فاعل. و میگذریم به دوم جایی که اسم مرفوع می شود. صاحب کتاب میگوید که والمفعول الذي لم يسمى فاعله. دوم جایی که اسم مرفوع می شود مفعول است که میگوید فاعلش ذکر نشده است. مثلا دقت بتید نصر زیدون بکرن. دقت بتید نصر زیدون بکرن. زیدون در اینجا چی است؟ فاعل هست. بکرن مفعول به است. پس این میگوید که والمفعول الذی، مفعول کی لم یسمى فاعله، این فاعلش نباشد، فاعلش ذکر نشده باشد، پس انا همین مفعول به مثل فاعل مرفوع می شود. مانند چی؟ ما در کتاب بدان خوانده بودیم که اگر میخواهی معلوم فعل ماضی را مجهول کنی، حال صاحب کتاب هم این چیز را بیان میکند. ببینید نصر فعل ماضی، اگر میخواهی فعل ماضی را معلوم فعل ماضی را مجهول کنی، ما قبل آخر را کسر کن و ما قبل آخر را کسر کن و اولین متحرک را دم کن، میشود نصر فعل مجهول است. در بدان و در 22 باب صرفی و همچنین در صرف میر این چیزها را خوانده بودیم. پس اکنون دقت بتید نصر فعل معلوم بود که یاردم داد. کی یاردم داد؟ زید یاردم داد. کی را یاردم داد؟ بکر را. وقتی که نصر گفتیم دیگر فاعل از بین رفت، پس میگیم نصر، این بکر را جای فاعل میاریم، میگیم که ببینه بک نام آدم بک، لیکن آخرش چی می شود؟ آخرش در اینجا منصوب بود. وقتی که جای فاعل بیاید در اینجا چی می شود؟ به مثل فاعل آخرش دمه می شود، علامت رفعش دمه می شود. دقت دادید؟ پس نصر بکرون، پس انا همین بکر را میگویند مفعول الذی لم یسمى فاعله، مفعول کی فاعلش نیست. ببینید در اینجا فاعلش نیست، این مفعول بود، اینجا آمد فاعلش نیست. پس اعرابی حالت آخر فاعل را این مفعول گرفت. دیدید؟ پس میگیم نصر فعل ماضی مجهول مبنی علی الفتح و بکرون نائب فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. پس دقت بتید که این را فاعل میگیم، این را نائب فاعل، جاینشین فاعل. خب این بود دوم جایی که اسم مرفوع میشد. پس میتونید شما در اینجا نصر بکرون، نصر الرجلان بگویید، علامت رفعش الف لانه مثنى، نائب فاعل علامت رفعش الف لانه مثنى. بگویید که نصر المسلمون، مسلمون نائب فاعل و علامت رفع الواو لانه جمع مذکر سالم. این دیگر شما خودتان در دفتراتان نوشته کنید. خب این بود دوم حالتی که اسم مرفوع میشد. حالت سیمی که اسم مرفوع میشود صاحب کتاب سیوم رو با چهارم جمع کرد. میگوید که والمبتدا و خبره،
مبتدا با خبرش هر دوش یک جا مرفوع می شود. اکنون مبتدا چی است؟ خبر چی است؟ دقت بتید. مثلا من میگویم که زیدون عالمون، یا من میگویم که العلم نورون. دقت دادید؟ العلم نورون. پس اینها زیدون مبتدا است، مرفوع است، علامت رفعش ضمه ظاهره است لانه اسم مفرد میگیم، به خاطر اینکه اسم مفرد است. عالمون که باشد این خبر هست، مرفوع است و علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد، زیرا که اسم مفرد است علامت رفع ضمه ظاهره است. العلم مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، نور خبر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. دقت دادید؟ پس اینها زیدون مبتدا است، عالمون خبر است. حکم هر اینها باید مرفوع باشد. یا العلم نورون، علمون مبتدا است، نورون خبر است. اینها را حکمای آخرشان چی می شود؟ مرفوع. پس سیوم چهارم جایی که آخر اسم مرفوع می شود این مبتدا و خبر هست. چطوری که می بینید اینها مبتدا و این هر دو عالمون یا که نورون خبر هست. خب این بود سیوم و چهارم جایی که اسم مرفوع. پس اگر که دو زید باشد میگوید که از زیدانی عالمانی، دو زید هر دوشان عالم است. اگر از زیدانی که گفتی پس میگیم مبتدا مرفوع علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه مثنى. عالمانی میگیم پس میگیم عالمان خبر مرفوع علامت رفع الالف لانه اسم مثنى و علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه اسم مثنى. دقت دادید؟ یا جمعش کنید از زیدون، زیدها همهشان عالمون میگوید، همهشان عالم هستند. از زیدون مبتدا مرفوع علامت رفعه واو نیابتا عن الضمه لانه اسم جمع مذکر سالم. عالمون همچنین خبر مرفوع علامت رفعه میگوید الواو نیابتا عن الضمه لانه اسم جمع مذکر سالم. خب سوم و چهارم جام به آخر رسید. میگذاریم در پنجم جایی که اسم مرفوع هست. میگوید که پنجم جای اسم مرفوع اون اسم کانه و اخواتش است. یا می شود که اون چیزی که نوشتگی بودیم او را به حال خودش بگذاریم. ببینید حاضر ما نوشتیم که زیدون عالمون، زید عالم است. یا نوشتیم که العلم نورون. ببینید العلم نورون. ببینید دقت بدید، اول این زیدون مبتدا بود، دقت دادید؟ عالمون چی ای؟ خبر ای. العلم مبتدا هست، العلم مبتدا هست و نورون خبر هست. اکنون میگوید که پنجم جایی که اسم مرفوع می شود میگوید که او اسم کانه و اخواتش است. کانه گفتنی فعل های هست و چند تا خواهر دارد این کانه که در جای خودش ان شاء الله خواهیم خواند و تفصیل اینها را میخونیم. فقط از یک تاشر مثال میاریم که مثلا میگوییم کانه، در اول مبتدا و خبر کانه را میاریم. ببینید کانه وقتی کانه که در آمد زیدون به حال خودش می ایستد، تغییر نمی یابد. اما عالمون تغییر می یابد که می شود که عالمن. دقت دادید؟ عالمن، عالم تغییر یافت. پس میگیم کانه فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح. زیدون دیگر مبتداش نمیگیم، میگیم اسم کانه مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. عالما اکنون خبر کانه منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره لانه اسم مفرد که در منصوبات باز خواهیم خواند. خب اکنون العلم نورون اگر که ما در اولش بیاریم مثلا که
ساره را بیاریم. ساره همچنین از اخوات کان است. سار العلم، دقت دادید، سار العلم نورون نمیگیم و چیزش میگیم نورن. دقت دادید. پس ساره فعل ماضی ناقص مبنی علی الفتح، العلم مبتدا بود، در اینجا میگیم اسم ساره، در اینجا زیدون اسم کانه بود، علم اسم ساره شد، نورن خبر ساره است، مفعول خبر ساره منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. دقت دادید. پس کانه و ساره اینها را میگن از افعال ناقصه. کان زیدون عالما، ترجمه اش که زید عالم بود. صار العلم نورا یعنی که علم نور گشت، علم نور گشت. پس اینها از ترجمهش. و چهارم جایی که اسم مرفوع می شده است اسم کانه بوده است. کانه یا اسم خواهرهای کانه که اینها زیاد هستند در جای خودشان می آید، چطوری که کانه زیدون ساره علمو مرفوع شد، علامت رفعش ضمه ظاهره به خاطر اونه که اسم مفرد است. اگر دو کس باشد اگر باز تغییرات این چیزها علاوه می شود که در جای خودش خوانده می شود. خب این بود پنجم جایی که اسم مرفوع می شد. ششم جایی که اسم مرفوع می شود اکنون دقت بتید. باز این یعنی کانه در اول مبتدا و خبر می دارد با تمام خواهرهاش، چطوری که در اینجا من در آوردم. پس می بینیم ششم جایی که اسم مرفوع می شود. ببینید اینجا بود که زیدون عالمون مبتدا و خبر بود، نه زیدون عالمون، العلم نورون مبتدا و خبر بود. اکنون میگه ششم جایی که اسم مرفوع می شود و خبر و این و اخواتی ها میگد. اگر اسم در جای خبر این نبیاید یا در خبر اخوات این نبیاید، خواهرهای این نه. ما در زبان عربی چند کلمه های حرف های داریم که اونها را میگوین این نه. دقت بتید. این نه یا ان نه. دقت بتید. ان زیدون یا میشود بگیم این زیدون. دقت بتید. این زیدون عالمون، این زیدون عالمون، هر آن زید عالم هست. دقت دادید. این نه اینجا در زیدون مبتدا بود مرفوع بود، وقتی که این ندر آمد آخر این را تغییر میتید، پس میشود این زیدن. دقت دادید. عالمون به حال خودش می ایستد، این را تغییر نمیتید. کانه این را تغییر نمیداد، دویم مبتدا را تغییر نمیداد، خبر را تغییر میداد. اما این مبتدا را تغییر میتید، خبر را تغییر نمیتید. پس میگیم که زیدن اسم این منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره لانه اسم مفرد. عالمون خبر این، اسم این عالمون خبر این مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. ششم جایی که برای ما لازم است خبر این که مرفوع می باشد. دقت دادید. یا که مثلا میگوییم که کأن، دقت بتید، کأن همچنین از اخوات این هست. کأن العلم بود تغییرش میتید، چطوری که اینجا تغییر داد مبتدا را. کأن العلم نورون، گویا این که علم نور هست. پس همینطور ترجمه می شود. ما به خاطر تغییر دادن و به خاطر فهمیدن این را گذاشته ایستادیم. کأن العلم نورون یعنی که گویا این که علم نور هست. پس علم اسم کأن منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره، نورون خبر کأن مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. اول مبتدا و خبر بودن، دیگه مبتدا و خبرش نمیگیم، میگیم که اسم کأن خبر کأن. اینجا میگیم زیدن اسم این، عالمون خبر این. دقت دادید. پس این هست. و این همچنین اخوات دارد، خواهرها دارد که در جای خودش اون خواهرهاش به تفصیل خواهیم خواند. و با همین ما و شما 6 جایی که اسم مرفوع می شود گرفتیم. پس بیایید میگذاریم به هفتم جا. میبینیم که اون هفتم آخرین جا
کدام جای ها است. میگوید که و تابع للمرفوع، هفتم جایی که اسم مرفوع می شود اون تابع مرفوع است. تابع یعنی پیروی، دنبال روی مرفوع است. پس میگه و هو اربعه اشیاء، پس میگوید که و همون تابع دنبال روی مرفوع میگه همگی 4 تا هست. اون 4 تا چی است؟ النعت، یکم نعت است، در بعضی کتابا صفتش میگوید، یکم صفت است. دویم عطف است، عطف به 2 قسم تقسیم می شود، عطف بیان و عطف نسق. و سوم توکید است، توکید. و چهارم بدل هست. انا همین نعت و عطف و توکید و بدل را توابع میگویند. چرا؟ زیرا که اگر اسم ما قبل خودش مرفوع باشد این توابع مرفوع می شود، ما قبلش اگر منصوب باشد این توابع منصوب می شود، و اگر مجرور باشد توابع مجرور می شود. از این حساب اینها را میگویند دنبال رو، یعنی پیروی ما قبل حرکتش چیز شود اینها همون طور می شود. اکنون یک مثالی برای اینها براتون تقدیم میکنم. ببینید میگوید که یکم نعت است. مثلا من میگویم که درباره نعت جاء، دقت بتید، جاء الرجل الطویل، دقت داده، جاء الرجل الطویل، دقت بتید. جاء فعل ماضی مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الرجل فاعل هست، بعد از جاء فاعل میآید، فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. الطویل این چرا آخرش ضمه شد؟ زیرا که این پیرو این هست، این آخرش ضمه شد، در آخرش ضمه می شود. پس میگیم الطویل صفتی رجل و مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. دقت دادید؟ طویل برای چی مرفوع است؟ برای صفت این هست، نعت است. این منعوت است، ایرا نامش منعوت است و ایرا نامش نعت. نعت منعوت پیروی میکنه، چطوری که شما دیدید. این درباره نعت بود. دویم درباره عطف. عطف گفتیم 2 نموده، عطف نسق و عطف بیان. اول عطف بیان می نویسیم، میگیم که جاء، می نویسیم که جاء، دقت بتید، جاء ابو حفص عمر فاروق عمرو. دقت بتید. پس ما میگیم که جاء و مثل این فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب. ابو فاعل مرفوع علامت رفعش چی است؟ الواو. برای چی؟ برای اسماء 5 است، علامت رفعش واو، و ابو مضاف، حفصین مضاف الیه. عمرو برای چی مرفوع است؟ این فاعل هست، مرفوع شد. این چرا مرفوع است؟ اینا میگن عطف بیان. عطف بیان یعنی که ابو حفص همین عمر هست، عمر همین ابو حفص است. پس عمرو مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره، چطوری که شما دیدید. پس این عمرو عطف بیان، این الطویل برای رجل چی بود؟ صفت بود. بعد از این می نویسیم عطف نسق را. میگیم که جاء، ببینید، جاء زیدون و بکرون، زیدون و بکرون. دقت دادید؟ میگوید که جاء زیدون و بکرون. جاء فعل ماضی مبنی على الفتح، فعل ماضی مبنی على الفتح لا محل له من الاعراب. زیدون فاعل مرفوع، فاعل جاء مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، واو میگیم واو عاطفه. بکرون همچنین مرفوع لانه معطوف على المرفوع، به خاطر اونه که معطوف به مرفوع است، برای همین خاطر بکر چی شد؟ مرفوع شد و علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. دقت دادید؟ زیدون و بکرون. پس معلوم شد که عطف بیان احتیاج به یگان حرف ندارد، لیکن عطف نسق
احتیاج به حرفای عاطفه دارد که 10 تا حرفای عاطفه می باشد. یکی از اونها چی است؟ واو هست. این را در عطف ان شاء الله به تفصیل خواهیم خواند. خب بعد از این میگه توکید. توکید همچنین مرفوع است. دقت بدید. توکید مانند چی؟ مانند جاء زیدون یا جاء الامیر، آمد پادشاه. جاء الامیر نفسه. دقت بدید. جاء الامیر نفسه میگوید که جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. الامیر فاعل مرفوع. الامیر چی است؟ فاعل جاء است. پس مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. فاعل گفتیم مرفوع است، علامت رفع ظاهره. نفسه. دقت بدید. نفس برای چه آخرش مرفوع شد؟ به خاطر اینکه توکید برای امیر است. یعنی امیر آمد، خودی امیر آمد، یگان جای نشینش نه، نمایندهش نه، یعنی که پادشاه خودش آمد. از این حساب این نفس توکید برای چی شد؟ امیر شد. پس توکید همچنین از توابع است که ببینید این مرفوع است، توکید هم مرفوع است. اگر این منصوب شود این منصوب می شود. هر مهمین ها اگر این یکم بودگی ها منصوب شد، این آخران بودگی ها همشون چی می شوند؟ منصوب می شوند. دقت داده. پس نفس و توکید و نفس مضاف، هو ضمیر متصل مبنی علی ضم فی محل جر مضاف الیه میگوین اینها را. خب آخرانش بدل هست. بدل مانند چی؟ مانند مثلا من میگویم جاء مثلا زیدون، جاء زیدون صدیقک، مثلا صدیقک. دقت بدید. جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. زیدون فاعل مرفوع، همه اینها را گفتیم فاعل جاء شده سی، مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. صدیقو مرفوع شد. برای چی مرفوع شد؟ به خاطر آنه که این بدل از جای زید است. این صدیق یعنی که آمد زید رفیق تو، یعنی همین زید رفیق تو است، رفیق تو همین زید است. پس زید صدیقو بدل از زید کی است؟ برای همین خاطر آخرش چی شد؟ ضمه شد. آخرش به همین سبب ضمه شد. پس اینها هستند توابع. این جاء الرجل الطویل برای نعت، جاء ابو حفص عمر برای عطف بیان، جاء زید و بکر برای عطف نسق، جاء الامیر نفسه برای توکید، جاء زید صدیقک این برای بدل. با همین مرفوعات به آخر رسید. یک اسم دیگر می نویسیم، با همین به آخر می رسانیم این توابع را. یک کلمه می نویسیم که همه همین توابع باشد. دقت بدید که این کلمه بسیار، اگر کسی که میخواهد حفظش کند، یک کلمه را حفظ کنید یا جمله را، خلاص همش در یادتون میموند. مثلا میگیم که جاء الرجل الصالح، جاء الرجل الصالح نفسه. ببینید جاء الرجل الصالح نفسه. جاء الرجل پیش از نفسه اول عطف بیان بنویسیم. جاء الرجل الصالح مثلا زیدون، نام یعنی رجل صالح نامش چیه؟ زیدون. نفسه توکید رو نویسیم. بدل رو می نویسیم که مثلا صدیقک و مثلا اخوه. دقت دادید؟ و اخوه. همین جمله ده توابع همش هست. دقت بدید. مثلا جاء، ببینید جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، الرجل فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره،
الصالحو چی است؟ الصالحو نعت است. ما گفتیم که توابع نعت است. شروع شد اکنون این نعت است، برای همین خاطر مرفوع شد. زیدون چی است؟ زیدون این عطف بیان هست، زیرا که همین رجل همین زید است، مرد آمد نامش زید است، پس همین رجل زید است، پس میگیم عطف چی؟ عطف بیان. نفسه، نفسه می شود توکید. دقت دادید؟ صدیقوک، صدیقو می شود بدل. پس و اخو، ببینید و اخوه، و اخوه اینجا این واو عاطفه، اخو عطف نسق. دقت دادید؟ این زید عطف بیان، واو گفتیم که عطف نسق با حرف واو شناخته میشه که حرفای عاطفه قطعی. پس در اینجا و اخوه، اخو این چی بشود؟ عطف بیان بر رجل و علامت رفع الضمه الظاهر و علامت رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه و اخو مضاف و هو مضاف الیه. دقت دادید؟ پس این هست جاء الرجل الصالح زید نفسه صدیقک و اخوه، همین راجعات که تمام توابع را در خودش گرفت این جمله. خب با همین ما این قسم را خلاص کردیم. میگذاریم به قسم دوم که یا میگذاریم به توضیحات همین مسئله ها. میگه که باب الفاعلی، باب درباره چی است؟ درباره فاعل هست. ما گفتیم که فاعل مرفوع است، اکنون بیان میکنه فاعل یعنی چی. ما نوشتیم که جاء، دقت بدید، گفتیم که جاء، یا می نویسیم که نصر، دقت بدید، نصر، نصر، نصر زیدون. اکنون همین کلمه نصر زیدون را خوب دقت بدید که چیکار میکنیم ما. نصر زیدون میگه که الفاعل، فاعل بیان میکند. فاعل چی است؟ میگه هو الاسم، این فاعل است. میگه فاعل اسم است، یعنی فاعل حرف نمی شود، فاعل همچنین فعل نمی شود. فاعل چی میشده است؟ اسم میشده است. یکم شرطش. و شرط دومش المرفوع، مرفوع می شود. دقت دادید؟ فاعل اسم می شود یکم، دوم مرفوع می شود، پس منصوب و مجرور نمی شود فاعل. المذکور قبله فعله، پیش از فاعل میگه، پیش از فاعل میگه فعلش ذکر می شود. ببینید نصر فعل است آمد، بعدش فاعل آمد. همین را یک آدم بگیرد برعکس کند، بگوید که خب زیدون، دقت بدید، زیدون نصر. آیا ما میتونیم بگیم که زیدون فاعل هست؟ دقت بدید، زیدون، زیدون را آیا ما فاعل گفته میتوانیم؟ نصر هست فاعلش گفته میتوانیم؟ قاعده را دقت بدید، میگه که هو الاسم، نگاه میکنیم که زیدون اسم هست. المرفوع، نگاه میکنیم آخرش مرفوع هست. المذکور قبله فعله، نگاه میکنیم پیش خودش فعل نیست، پس معلوم شد که زیدون فاعل نبوده است. دقت دادید؟ فاعل باید بعد از فعل بیاد، چطوری که نصر زیدون بعد فعل اومد. پیش از فعل اگر بیاید او را فاعل نمیگند، او را مبتدا میگن. او را در قسم مبتدا با تفصیل خواهیم به مثل همین مثال را خواند. خب اکنون فاعل برای ما و شما شناس کرد. میگوید که و هو علی قسمین، فاعل دو نمود می شود، میگه ظاهرین و مضمرین. قسم یکمش میگه ظاهر است، اسم ظاهر، و دویمش میگه مضمر است، یعنی که ضمیر است. مضمر اینهایی که در اینجا شما میبینید به حرفای سرخ نوشته، به رنگ سرخ حرفایی را که نوشتگی هستیم، این حرفای سرخ همش ضمیر هستند و همشون فاعل هستند. دقت بدید، میگوید که فالظاهر نحو قولک، ظاهر میگه مانند سخن تو است. این را ننوشته، هر کسی که کتاب رو دارد پس کتاب را نگاه کنید، همین جمله ها را میخونیم و بیان میکنیم. میگه فالظاهر، پس فاعلی که ظاهر است، اسم ظاهر است، نحو قولک، مانند این سخن است که میگوید قام زیدون. ببینید اول قام آمد و بعدش چی آمد؟ بعدش زیدون آمد. پس معلوم شد که قام
فعل است و زیدون فاعل است. برای چی؟ به خاطر اینه که زیدون اسم است و مرفوع است و پیش از زیدون فعل هست. قام زیدون یعنی خست زید. دقت دادید؟ و یقوم زیدون، و یقوم فعل است، زیدون فاعل هست. از کجا دانستیم؟ از اینجا گفتیم که زیدون اسم هست، مرفوع هست، پیش از خودش یقوم آمدگی است، فعل آمدگی است. پس معلوم شد که زیدون فاعل بوده است. قام زیدون برای فعل ماضی زمان گذشته، یقوم زیدون برای زمان آینده که میخیزد زید. و در هر دین ها فاعل مرفوع بود. علامت رفعش چی بود؟ الضمه الظاهره. اکنون بعدی میگه قام زیدانی، خستند دو تا زید خستند. اکنون قام فعل است، از زیدانی فاعل است، مرفوع میگیم علامت رفعه الالف نیابتا عن الضمه لانه مثنى. از زیدانی علامت رفعش چی است؟ الف است، به خاطر اینکه مثنی است. خستند دو تا زید. و یقوم الزیدانی، و میخزند دو تا زید. همچنین زیدانی مرفوع علامت رفعش الالف نیابتا عن الضمه لانه اسم مثنى. و قام الزیدون، و خستند همه زیدها. ببینید قام فعل ماضی مبنی علی الفتح، از زیدون فاعل مرفوع علامت رفعه الواو نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. بخاطر اینکه جمع مذکر سالم گفتیم علامت رفعش واو می شود. و یقوم الزیدون، و یقوم فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه الضمه. میتونیم بگیم لتجرده عن النواصب والجوازم. فعل مضارع وقتی مرفوع میگیم بگویید که لتجرده عن النواصب والجوازم، یعنی پیش خودش حرفای ناصبه یا جازمه نیامده است، برای همون مرفوع است فعل مضارع. الزیدون فاعل مرفوع علامت رفع الواو نیابتا عن الضمه لانه جمع مذکر سالم. اکنون میگد و قام الرجال، و خستند همه مردها. ایرا برای چی مثال آورد؟ ایرا برای اسم تکسیر، جمع تکسیر. میگد قام خست فعل ماضی مبنی علی الفتح، الرجال فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. گفتیم جمع تکسیر حالت رفعش حالت نصبش ظاهری است، اگر منصرف باشد حالت جرش هم کسره ظاهری است. خب و یقوم الرجال، و میخزند مردها. یقوم فعل مضارع است، الرجال فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه جمع تکسیر. دقت دادید؟ پس اکنون اینها را ما تحلیل هاش بیان کردیم با ترجمه هایش. دقت بدید که قام در یگان تاش تغییر نیافت. قام زیدون، قام زیدانی، قام زیدونه. پس معلوم شد که فعل تغییر نمیافته است. فعل یک کسه، دو کسه، سه کسه نمی شود. فعل همون فعل است. دقت بدید ضاد داره و ب تا آخر همش ضاد داره و ب فعل است. اما فاعل این اسم است، این دیگر چیز است که در اون همراه شد. فعل جمع نمی شود. فاعل است که مفرد، مثنی، جمع می شود، مذکر، مؤنث می شود. اما فعل این طور عادت را نداره. فعل یک حالت قرار می گیرد، چی فعل ماضی باشد و چی فعل مضارع. اکنون بگذاریم به مثال بعدیش. میگه و قامت هندون. قامت فعل ماضی مبنی علی الفتح، تایی که در آخرش هست قامت. این تا میگیم حرف مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. حرف علامت التانیثش میگیم، حرف علامت تانیث است، لا محل است. هندون فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. و تقوم هندون، و تقوم فعل مضارع. قامت هندون یعنی خست هند زمان گذشته، و تقوم هندون میخزد هند. تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، هندون فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره. و قامت الهندانی، قامت فعل ماضی مبنی علی فتح و تایی که میبینیم علامت التانیث فاعل، علامت تانیث فاعل است. این تای در آخرش بوده. بعد از این چی میگوید؟ الهندان فاعل مرفوع و علامت رفعه الالف لانه مثنى. و تقوم الهندانی، و تقوم فعل مضارع مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره
لتجرده عن النواصب والجوازم. الهندان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. وقامت الهندات، قامت فعل ماضي مبني على الفتح، تایی که میبینیم علامت التانیث حرک لالتقاء ساکنین. برای چه کس بگید که ت کسره دارد، میگیم که این حرکت داده شدگی است برای التقاء ساکنین که دو ساکن برابر اومد. تای تانیث رو ما اصل ساکن است، حرکتی کسره اش دادیم. الهندات فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. چرا؟ لانه جمع تکسیر. جمع تکسیر علامت رفعش همچنین ضمه ظاهره میشد. و تقوم الهندات، و تقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد عن النواصب والجوازم. الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة لأنه جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم حالت رفعش بالضمه الظاهره بود. و قامت الهنود، و خستن همه هندها. ببینید خستن همه هندها. قام فعل ماضی مبني على الفتح و تا حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. و الهنود فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة لأنه جمع التكسير. جمع تکسیر حالت رفعش گفتیم به چی می شود؟ با ضمه ظاهره. و تقوم الهنود، و میخزن همه هندها. پس تقوم فعل مضارع مرفوع علامت رفعه الضمة الظاهره لتجرده عن النواصب والجوازم. پیش فعل مضارع اگر ناصبه و جازمه نیامده است برای لتجرده میگیم، یعنی برای خالی بودن اولش از حرفای ناصبه و از اسمها یا حرفای جازمه. الهنود فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهره لانه جمع تکسیر. جمع تکسیر علامت رفعش با ضمه ظاهره میشد. و بعد از این مثال میارد میگه و قام اخوک. قام فعل ماضی مبنی على الفتح، اخو فاعل مرفوع علامت رفع الواو نیابة عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. اسمهای خمسه گفتیم علامت رفعش با واو میشد. اخو مضاف که في محل جر مضاف الیه. و یقوم اخوک، یقوم فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لتجرد عن النواصب والجوازم. و اخوک اخو فاعل مرفوع علامت رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه. و اخو مضاف که مبني على الفتح في محل جر مضاف الیه. اکنون حالتهای اعرابای ظاهری را چی با حرف باشد چی با حرکت بیان کرد. اکنون اعراب تقدیری میارد، میگوید که و قام غلامی و یقوم غلامی، یعنی که خست غلامی من. قام فعل ماضی مبني على الفتح، غلامی فاعل مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. و غلام مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر میگیم مضاف الیه. و یقوم غلامی همینطور. یقوم فعل مضارع مرفوع علامت رفعه الضمة الظاهرة لتجرد عن النواصب والجوازم. غلامی فاعل مرفوع علامت رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. و غلام مضاف یا مضاف الیه. همچنین می شود که ما در یک مثال دیگر برای اعراب تقدیری بیاریم که قام القاضی. دقت دادید؟ القاضی. قام فعل ماضي، القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. در اینجا ضمه مقدره هست، اما آشکار شدنش گفتیم در عرب وزمین که بود ایرا تقدیری کرد. یا مثلا بگیم که قام، دقت بتید، قام موسی. پس قام موسی یعنی که خست موسی خست. قام فعل ماضي مبني على الفتح، موسی فاعل مرفوع علامت رفعه الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها. اجازه میگیم التعذر، امکانیت ندارد که را آشکار کرده شود. دقت دادید؟ اکنون فاعل حالت رفعش و حالت رفعش چی با دمه باشد، چی با واو باشد، چی با الف باشد، چی ظاهری باشد، چی تقدیری باشد و چی تقدیری ثقل باشد، چی تقدیری
تعذر باشد، چی اشتغال محل باشد، همش بیان کرد. با همین ببینید درس‌های گذشته را تقریبا حالت رفع رو تکرار کردیم در اینجا. خب اکنون میگوید که این یکم قسمی چی بود؟ یکم قسمی فاعل که با این طریق بود. میگذاریم با قسم دوم. دقت بدید. قسم دوم آن چیزی که شما در اینجا میبینید همین است. ببینید میگه که والمضمر 12. میگه که فاعلی که مضمر است 12 دانه است، اما در اینجا ما 14 تا نوشتیم. چرا؟ زیرا که از این دو تا است، این دو تا را یک حساب میکنن، این دو تا را یک حساب میکنن. پس این 4 تا را 2 تا حساب کنید، باقی موندهش 10 تا میشه و 12 تا. از این حساب میگه که والمضمر 12. مضمر میگه همگی 12 تا است. مانند سخن تو میگه که ضربت و ضربنا، از پایان شروع میکنه ضربت و ضربنا. اما من این را نوشتم به خاطر چی؟ به خاطر که ما در بدون همین طور خوندیم، در 22 باب صرفی همین طور خوندیم، در صرف میر همین طور خوندیم. برام خاطر من را به همون طریق پیشینه از زیادی میدونستگیمون نوشته کردم. ضربت و ضربنا و ضربت و ضربتی و ضربتم و ضربتم و ضربتن و ضرب و ضربت و ضربا و ضربوا و ضربنا. خود همین 14 تا که در اینجا دیدید همین ها است. ببینید ضربه در اینجا فاعلش چی است؟ ما شما را در صرف میر خوندیم. فاعل ضربه در اینجا در تحتش یک تا هو گفتنی پنهان است. انا همین هو فاعل ضربه است. ضربا فاعلش چی است؟ این همین الف است. دقت دادید؟ پس بگیم ضرب فعل ماضی مبنی علی الفتح فاعل و ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو. این هو فاعل ضربه شد. ضربا ضرب فعل ماضی مبنی علی الفتح الالف مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. دیدید؟ فی محل رفع فاعل. ضربوا فعل ماضی مبنی علی الضم الاتصال بواو الجماعه الواو مبنی علی السکون واو ضمیر جمع مذکر مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل ضربوا. الف چی بود؟ الف فارقه. خب ضربت در اینجا در فاعلش چی است؟ این ت فاعل است؟ نه. دقت که من با حرف سرخ با رنگ سرخ ننوشتم. چرا؟ این ت حرف است، علامت تانیث است که فاعل تانیث است. پس در اینجا فاعلش هی است. دقت دادید؟ هی فاعل است. پس ضربت میگیم ماضی مبنی علی الفتح التا مبنی علی السکون حرف علامت تانیث، هی میگیم فاعلش است. ضربت فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هی است، میگیم در پشتش پنهان است. ضربتا پس میگم ضربتا فاعلش این الف است. ضربت اینجا فعل ماضی مبنی علی الفتح ت میگیم همین ت است، برای التقاء ساکنین حرکتش دادیم. ت علامت تانیث، الف چی است؟ الف فاعل ضمیر مبنی علی السکون فی محل رفع فاعلش میگیم. ضربنا ضرب فعل ماضی مبنی علی السکون نه، این نونه که میبینید مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل است، نون جمع مؤنث. ضربت این تا فاعل است. ضربتما این تما فاعل است. ضربتم این تم فاعل است. ضربتی همین تی خودش فاعل است. ضربتما این تما فاعل است. ضربتن تن فاعل می شود. ضربتو این تو فاعل است. ضربنا این نا فاعل است. پس اکنون دیگه خطان بگوید که ضرب فعل ماضی مبنی علی السکون تو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. ضربنا هم همین طور مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل گفته. باقی مونده‌اش شما خودتون بگویید. پس در اینجا همین قدر گپ بود. همین را در اینجا صاحب کتاب فقط از اینجا شروع کرد. نه قال که ضربتو ضربنا. اینجا را گفت، بعد از این گفت که ضربتا ضربتما ضربتما ضربتم و ضربتم. ببینید یا که ضربتا ضربتی ضربتما، این دو تا را ذکر کرد. ضربتم ضربتن 5 تا ذکر کرد. این دو تا با 5 تا چند تا شد؟ 7 تا. اکنون میگوید که ضربا ضربت ضربا، این را یادش آورد. و ضربو ضربنا چند تا شد؟ با گفت کتاب الاجرومیه 12 تا، اما خواندگی ما و شما چند تا می شود؟ خواندگی ما و شما می شود که 14 تا چطوری که بیانش کردیم. خب با همین اگر همین را ما حاضر فعل مضارع کردیم، مثلا یضربو فاعل و ضمیر مستتر تقدیر هو می شود رنگ همین. یضربانی پس الفش چی می شود؟ فاعل می شود. یضربون واو
فاعل می شود. تضربو ضمیرش فاعلش ضمیر هی در تحتش پنهان می شود، فعل مضارعش کردیم. تضربانی پس همین الف با فاعل می شود. تضربنا همین نون فاعل می شود. یضربنا همین نون فاعل می شود. انت تضربو در اینجا انت تضربو تو میزنی. اکنون در اینجا تضربو که گفتیم فاعلش ضمیر تقدیر و انت می شود دیگه، این تنه انت پنهان می شود در تحتش. انتما ضربتما با همین توما یا تضربانی الف با چی می شود؟ این ت و میم نه و الف در فعل مضارع. تضربانی الف علامت چی می شود؟ فاعل می شود، ضمیر فاعل. تضربانی تضربون واو بری می شود، واو در مخاطب چی می شود؟ علامت فاعل می شود، ضمیر فاعل. تضربین در مخاطب زنها در میگوید تضربین، در اینجا یا فاعل می شود. تضربانی باز الف می شود. تضربن رنگ این نون می آید، اون نون چی می شود؟ علامت فاعل می شود. اضربو می شود فعل مضارعش. نضربو فعل مضارعش می شود که اضربو فاعل و ضمیر مستتر تقدیره انا، نضربو میگیم ضمیر مستتر تقدیره نحنو. دقت دادید؟ پس این فعل ماضی و مضارع با فاعل هایشان، اینها را در دفتراتون خوب کرده نوشته بگیرید. اکنون فاعل به آخر رسید، میگذریم در مفعول الذی لم یسمى فاعله. مفعول الذی لم یسمى فاعله یعنی در نائب فاعل میگذریم، یعنی که دوم جایی که اسم مرفوع می باشد. دقت بتید میگد و هو الاسم المرفوع. اولا مثالش رو بنویسیم، دقت بتید. مثلا گفتیم ناصر زیدون مثلا بکران. دقت بتید وقتی که ما نائب فاعل کردن میشیم باید ناصر را مجهول کنیم. چی می شود؟ نوصر زیدون. نوصر اکنون دیگه برای ما فاعل در کار نیست. نوصر که کردیم بکرون مفعول به را میاریم در اینجا نائب فاعل میکنیم. چی میگیم بکرون. دقت بتید بکرون. نوصر بکرون. دوم جایی که اسم مرفوع می شود این است که شما میبینید. دقت بتید نوصر بکرون. خب صاحب کتاب درباره نائب فاعل چی میگه؟ میگه المفعول الذي لم يسمى فاعله. مفعولی که فاعلش مفعولی که فاعلش ذکر شدگی نیست، یعنی مفعول هست اما در اینجا فاعلش نیست. در اینجا فاعلش هست اینا مفعول میگیم، فاعلش در اینجا کی نیست اینا چی میگیم؟ نائب فاعل. خب میگه و هو الاسم. یکم میگه که نائب فاعل اسم میشه و چطوری که شما میبینید نائب فاعل اسم است، حرف و فعل نمی شود. دوم المرفوع نائب فاعل مرفوع می شود، چطوری که شما دیده استودید آخرش چی است؟ مرفوع است. دوم نائب فاعل مرفوع می شود. سوم الذي لم يذكر معه فاعله. فعلی که همراهش فاعلش ذکر نشده است. ببینید اینجا در فاعلش ذکر شد، اینجا در فاعلش که ذکر نشد، از این حساب این چی شد؟ نائب فاعل شد. از این حساب این نائب فاعل شد. اکنون میگه که فإن کان الفعل ماضیا، در این جمله نویسیم به خاطر این را ما شما میدونیم کسانی که درسای بیدان و درسای 22 باب صرفه و صرف میر رو کسی که با ما بود اون خوب میداند این مسئله ها رو. ینصرو. دقت بتید میگه که اگر که فعل ماضی باشد، همون گپی که به تاجیکی میگفتیم که ما قبل آخر کسر و اولین متحرک دم کرده می شود، همون را به عربی میگه ضم اوله. اولش میگه ضمه که، دقت بتید اولش میگه ضمه که آخرش مبنی بر فتح می شود. اولش میگه ضمه بکن و کسر ما قبل آخره، پیش از آخرش کسره که چی می شود؟ نوصره. همین نوصره ای که نوشتیمش.
اکنون میگه فعل و این کنه مضارعا، فعل مضارع باشه چیکارش میکنی؟ میگه که همون چیزی که در بدون میخوندیم، ما قبل و آخر را فتح و حرف مضارعات رو دم کن. میگفت در بدون اینجا چی میگه؟ میگه که ضم اوله، اولش میگه دم بکو، دقت بتید. و فتح ما قبل آخره، پیش از آخرش را فتح بتید، میشود چی؟ یون سر و آخرش دم میشود. برای نواصب و جوازم پیش از خودش نیامده است. دقت دادید؟ پس این طریقه فعل ماضی و فعل مضارع مجهول کردن برای کسانی که نمیدانست یاد داد که همین کارا بکنش. نصره فعل معلومه، میخوای مجهولش کنی، ما قبل و آخر را کسر و اول متحرک دم کن، میشود نوسیره. نصره کمک کرد وی، نوسیره کمک کرده شد میگیم. ینصرو بود یاردم میدهد وی، کمک میکند وی. وقتی یونصرو که میگیم مجهول میشود که کمک کرده میشود یا کمک میشود. یونصرو کمک میشود. اکنون بعد از این میگه که و هو علی قسمینی، میگه که نائب فاعل بر دو قسم است. دقت بتید، میگه که ظاهر و مضمر، به مثل همون فاعل ظاهر است و مضمر است. فالظاهر نحو قولک، میگه ظاهر مانند سخنت که میگوی ضرب زیدون. ببینید ضرب زیدون یعنی زده شد زید. پس زده شد زید، زیدون در اینجا فاعل نیست. چرا؟ زیرا که پیش خودش فعل مجهول آمده است. فعل مجهول فاعل ندارد. فعل وقتی که مجهول میکنیم فاعل از بین میرود، مفعول جای فاعل در میآید. از این میگیم نائب فاعل، جای نشین فاعل. میگوید که نصر ضرب زیدون، ضرب زده شد زید. دقت، ضرب فعل ماضی مبنی علی الفتح، زیدون نائب فاعل. زیدون فعل چه؟ نائب فاعل است. رنگ نصر بکرون، نصر فعل ماضی مبنی علی الفتح، بکرون نائب فاعل. چرا؟ زیرا که فعل مجهول یا فعل لم یسمى فاعله پیش از خودش آمده است. و یضرب زیدون یا مثلا و ینصر بکرون، و ینصر بکرون یا یضرب زیدون. یضرب فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لتجرد عن النواصب والجوازم. زیدون نائب فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. دقت دادید؟ پس میتونه بگیم ینصر بکرون، ینصر فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لتجرد عن النواصب والجوازم، پیش خودش نواصب و جوازم نیامد. بکرون نائب فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. اکنون دیگه را شما خودتون میتوانید که جمعش بکنید، مثلا که نصر بکرانی، البکرانی یا کمک کرده شد دو بکر. نصر بکرانی ده علامت رفعش الف شد. نصر البکرون کمک کرده شد بکرها را. بکرون نائب فاعل مرفوع علامت رفع الواو لانه جمع مذکر سالم. و همچنین ینصرو، همین چیزها را جمع بکنید، مفرد و مثنی. با مثلا اسماء خمسه را بیار که نصر ابوک، نصر فعل ماضی مبنی علی الفتح، ابو نائب فاعل مرفوع علامت رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه. ابو مضاف ک ضمیر متصل مبنی علی الجر فی محل مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الیه. خب و میگه و اکرم عمرو، احترام کرده شد عمر، اکرام کرده شد عمر. اکرم فعل ماضی مبنی علی الفتح، عمرون نائب فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. و یکرم عمرو، اکرام کرده می شود عمر. پس یکرم همچنین چی است؟ فعل مضارع مرفوع علامت رفعه میگیم الضمه، یکرمو علامت رفعش الضمه لتجرد یعنی نواصب والجوازم. و عمرون نائب فاعل مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. با همین قسم یکم نائب فاعل بود شد. چرا مثال های بسیار نیاورد؟ زیرا که در فاعل آورده بود. همون فاعل بیارید در اینجا در جای نائب فاعل قرار دادن بگیرید. فعل مجهول کنید، فعل متعدی را مجهول کنید، نائب فاعل مانده رفتن بگیرید. می شود معناش همون چیزی که مثال هایی که خوانده بودیم برای مفرد و مثنی و جمع، برای مفرد و مثنی و جمع مذکر، برای مفرد و مثنی و جمع مؤنث، برای جمع تکسیر، برای اسماء خمسه بیارید، برای اسم اعرابای تقدیری بیارید، چی تقدیری تعذر باشد، چی ثقل باشد، چی اشتغال محل باشد، یک تا یک در دفتراتون خودتون نوشته بکنید.
خب بعد از این چی میگوید؟ میگوید که والمضمر 12 با همین گپو مضمر میگه 12 تا است نایب فاعل. فقط همین کاری که گفت ما را بکن همون کار میکنیم. اون کار چی بود؟ گفت که ما قبل آخر کسر بکن حرکت چه میگیریم کسره میکنیم و اولین متحرک دم که میشود چی؟ ضربه. پس ضربه فعل مجهول شد دیگه ما را فاعل نمیکنیم نایب فاعل میکنیم. پس میگیم نایب فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو. همین هو با نایب فاعل شد. دقت دادید؟ اینجا چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر حرکت چه میگیریم کسره میتیم و اول متحرک رو اولش را دم میتیم میشود ضربه. اول این فاعل بود فعل مجهول کردیم این چی شد؟ نایب فاعل. دقت دادید؟ این نایب فاعل شد ضربه. پس میگیم که ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع نایب فاعلش میگیم دیگه فاعلش نمیگیم. برای فعل مجهول شد. فعل مجهول فاعل ندارد. ببینید ضربو این فاعل است ما قبل آخر رو کسر میکنیم و اولش رو دم میکنیم میشود ضربو. ضربو دقت دادید؟ اکنون ضربو چی میشود؟ ضربو فعل مجهول که شد واو فی محل رفع میگیم نائب فاعل. دقت بدید ضربت ما قبل آخر رو کسر میکنیم و اولینش دم میکنیم ضربت هی اکنون در تحتش ضمیر مستتر نائب فاعل. اینش هم همین کار میکنیم. ببینید ضربت این الف اکنون چی شد؟ نائب فاعل. ضربنا این نون فاعل بود از چی شد؟ نائب فاعل. ضربت این ته نائب فاعل شد. ضربتما ببینید ضربتما ضربتم همه اینها فاعل بودن در فعل معلوم. فعل مجهول که شدن اینها نائب فاعل شدن. ضرب تی نائب فاعل. ضرب تما نائب فاعل. ضرب تن اکنون چی شد؟ نائب فاعل. ضربتو در اینجا فاعل بود وقتی فعل ماضی را مجهول که کردیم ضربتو چی شد؟ این تو نائب فاعل یعنی زده شدم من. اول ضربتو من زدم حالا ضربتو زده شدم کسی دیگر مرا زد. ضربنا ما زدیم فاعل بود وقتی مجهولش که میکنه ما قبل آخر را کسر و اولش دم میکنه میشود ضربنا. اکنون ما زده شدیم دیگرها ما را زدن. اکنون این نوع چی شد؟ نائب فاعل. دقت دادید؟ نائب فاعل کردن به همین طریق است. به همین طریق با آسانی نائب فاعلش کردیم. همون فعلی را که پیشتر ما گفتیم اینها همش فاعل بودن. حالا فعلاشون هم مجهول که کردیم اینها با رنگ‌های سرخ نوشتگیمون همه‌شون چی شدن؟ نائب فاعل. اکنون در اینجا همین قول رو میارد نحو قولی که میگه مانند سخنت از پایان به مثل پیشینه ضربتو ضربنا. دیدید؟ پس میگه ضربتا ضربتی ضربتما ضربتم ضربتن. ضربا ضربت ضربا هر دیره یک تا آورد. ضربو ضربنا. پس شد 14 تا چی؟ 14 صیغه فعل ماضی مجهول و فعل نایب فاعلش رو چطوری که براتون بیان کردیم. پس با همین همچنین دویم حالت رفع که نایب فاعل هست چی اسم ظاهر مثالهاش آوردیم و چی اسم مضمر که چطوری که مثالهاش دیده سید به همین به آخر رسید. اکنون ما و شما تا این لحظه فاعل و نائب فاعل را با تفصیل خواندیم. در هر کلمه که دیگر شما فاعل نائب فاعل را که دیدید باید بشناسید. دقت دادید؟ باید شما بشناسید. مثلا یک انسان ما را سوال میکند، یک دو مثال می نویسم با این درس امروزه را به پایان میرسانم. یک آدم ما را میگوید که مثلا در قرآن الله گفتگی است که در سوره قل اعوذ برب الناس که الذی ببینید الذی
یوسوسو فی صدور الناس فی صدور الناس. پس بگوید که یوسوسو فعل است. فعل ماضی است یا فعل مضارع؟ فعل مضارع در اولش حرف مضارعت دارد. از کدام باب است؟ از باب 19 دهرجه یو دهریجو. دیدید باب 19. پس معلوم است یا مجهول؟ فعل معلوم است. پس فعل معلوم فاعل میگیرد یا نایب فاعل؟ فعل مجهول فاعل خود چه میگیرد؟ پس یک از بگوید که یوسوسو فاعلش در کجا است؟ میگیم فاعلش ضمیر مستتر در تحتش پنهان است. او چی است؟ اون هی است که در تحت همین یک کلمه هو است. در تحت همین یک کلمه هو پنهان است. چطوره که در اینجا گفتیم در فاعل این در فعل معلوم این فاعل میشد. حالا اگر همین را ما مجهول کردیم یوسوسو گفتیم، پس این هو نایب فاعل می شود. اما در قرآن چی آمده است؟ یوسوسو الذی یوسوسو، همانی که وسوسه میکند. همان شخص یعنی هو با برمیگردد به الذی فی صدور الناس، در دلهای مردم، یعنی که شیطان در نظر دارد. یا که مثلا یک آیت دیگر، مثلا سوره اذا زلزلت میگیم که اذا زلزلتی، ببینید الارض، این سوره اذا زلزلت است. مثلا ما در سوره زلزلت میخونیم که اذا بعد اذا چه؟ زلزلت الارض. اکنون زلزله فعل چی است؟ زلزله فعل چی است؟ فعل ماضی است. در اولش حرف مضارعت نیست، فعل ماضی است. پس از کدام باب است؟ از باب دحرجه. زلزله فعل ماضی است، یعنی جنبید. زلزله یعنی جنبانید. زلزله جنبانیده شد. اکنون زلزله فعل چی بوده؟ مجهول. بعد فعل مجهول این اسم مرفوع آمد. پس این چی است؟ زلزلت الارض. پس این ارض به مثل بکرو نایب فاعل است، یعنی جنبانیده شد زمین. هنگامی که جنبانیده لرزانیده شد زمین. دقت دادید؟ این ارض در چی است؟ نایب فاعل. پس همین طور شما باید در هر کجایی که از این به بعد از این درس رو تیار کردن فاعل را یا نایب فاعل را دیدید باید دیگر بشناسید. در این دوتا دیگر باید مشکلی نداشته باشید. پس این بود درس 8 ما و شما از کتاب الاجرومیه. پس درس 8 را در اینجا به پایان میرسانم تا درس 9 تا درس آینده که موضوع درسمون مبتدا و خبر باز چند قدره که الله سبحانه و تعالی چقدر وقتی که برامون بتید و نصیب گردونده باشد از این مرفوعات رو بیان خواهیم کرد. و تا درس آینده یکی شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید و الله تبارک و تعالی حافظ یکی ما و شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.